دیره. چیزی که باید حذف کنیم از دایره واژگانیمون و رفتارمون و تفکرمون قضاوته. اصلا حق قضاوت نداریم. یک جمله هست منسوب به امام صادق علیه السلام، میگه که من عاشق این جمله‌ام، عاشق این تفکرم و حتما یک روز یک فیلمی میسازم با این مضمون، با این موضوع و حتما این جمله رو اول فیلم نقش میزنم، مینویسم و بعد فیلم شروع شه. میگه اگر انسانی را به خاطر گناهی سرزنش کند، نمیرد تا خود به آن گناه مرتکب شود. حیرت انگیزه. یعنی حق نداری به کسی بگی چرا این کار کردی، چون تو نبودی، چه میدونی؟ اگه تو جای اون آدم بودی شاید خیلی بدتر از اون انجام بدی. درنش اصلا اجازه نداریم حتی تو ذهنمون کسی رو قضاوت کنیم. و الا ماشاءالله که چقدر این کار رو میکنیم و چقدر با اعتماد به نفس این کار رو میکنیم، با قاطعیت و به حق.